هرچند کار و پروژه تحکیم کناره‌های دریای آمو بیش از 2 سال به این سو در برخی از ولایت‌های مرزی در شمال و شمال شرق کشور آغاز شده است، اما هنوز هم طغیان آب در برخی از مناطق در کناره‌های این دریا سبب تخریب خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی مردم می‌شود. به تازگی باشندگان ولسوالی قرقین جوزجان از آغاز کار تحکیمات در بخش‌های از سواحل دریای آمو از هزینه شخصیشان خبر می‌دهند. دولت بر ما کمک بکنه. ما همینجا کار میکنیم از جیب خود، تقریبا 2 ماه میشه که همینجا کار میکنیم، از جیب خود بودجه هم از جیب خود بیاریم، مردم کمک میکنه 20 روپیه 50 روپیه و از هر خانه که همینجا 2 نفر 1 نفر مثلا 3 نفر همینجا میاین کار میکنن. Bucuları 10 rupiyadan alıyoruz. Her kim 20-30 çalışıp pul cemliyoruz. Herkes komaki, her güzrandan 1 nefer 2 nefer her gün geliyor. از سوی هم مسئولان فنی تحکیمات دفتر ساحوی بندر کلفت ولسوالی قرقین جوزجان خواستار عملی سازی برنامه‌های مؤثر در مناطق آسیب پذیر این ولسوالی هستند. در سال 1402 4 پروژه اضطراری در قریه‌های کوک، شورتپه و خماب کار کردیم. از اثر طغیان آب کل پروژه هایی که اضطراری بود نشست کرده و فعلا ما در 4 پروژه 12 پروژه سروی دیزاین کرده، پروژه های اساسی به مرکز ارسال کردیم. بیشتر از 25 کیلومتر زمین های زراعتی و خانه های مسکونی ما مردم را بلعیده و با خود برده به طرف ترکمنستان انتقال داده است. سرحد ما مردم بیشتر از 25 کیلومتر این طرف افغانستان تغییر مسیر کرده است. ما در حال حاضر در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان قرار داریم که رود آمو سالانه هزاران جریب زمین زراعتی، منازل مسکونی و باغ‌های مردم را میبلد و با خود میبرد، اما تا کنون توجهی که بتواند چاره‌ساز این مشکل باشد صورت نگرفته است. مردم محل خواستار تحکیمات اساسی سواحل دریای آمو هستند. ذکرالله یزدانی، طلو نیوز، ولسوالی قرقین ولایت جوزجان.